سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو جدید. ما و داداشیم امشب ما آمدیم در رد هاوس. گفتیم برای شما دوستان یک ویدیو جدید درست کنیم. ما پارسال آمده بودیم، پارسال خیلی واقعا خوب بود، خوش گذشت. ولی امسال که ما سعی میکنم واقعا تغییر کرده، کلا پیشرفت کرده دیگه. دوستان خب با ما همراه باشید، بیاین دیگه در ادامه اتفاق مختلفه. بیا محمد اینجا رو نشان بده. خب این چیزای چوبیه دیگه، ما کلیبند و نمی‌دونم چی و واقعا دوستان پیش سال نو هم در کلیتان تبریک میگویم. انشالله که سال خوبی داشته باشین دیگه. آره دیگه دوستان، انشالله سال خوبی و پربرکتی داشته باشین در خانوادهتان. نه واقعا سال دیگر رو خواهم بودیم، سال دیگر رو خواهم شد واقعا. دمشان گرم، بخیر فهی کار کردن، دمشان گرم. یه مد اینجا رو نشان بدیم. اینجا قیمتایش هم زده، کوچیکشی 14 رو، کلانش 20 روست. ما تیچر کم نمیزنی حالی کلش خمونه من نشه کم بزن دیگه. خب دوستان ما پشت دوربین هستم، سلام عرض میکنم. باز همینطور که داداشم به شما توضیح داد خوش آمدید میگم دیگه. با ما باشید امروز دیگه. داداشم احمد میدونه ولاگشو با شما هست دیگه، توضیح میده درباره مقبولی راد هاوس منطقه یک شهریوریان. کدوم طرف بریم؟ از این طرف که است؟ هم مستقیم بریم. واو چه خوشگل شده. دوستان محمد داداشم گپ زد، خب مثلا نمیفهم صدای شما در نمود بخیره. گفت این ویدیو رو ما گپ میزنم، محمد دیگه ویدیو میگیره دیگه. شلوغ هم است ماشاءالله بگیم دیگه. خب بریم بازم. از کشورهای مختلف میاین اینجا، عکس میگیرن، ویدیو میگیرن. بعضی هستا یوتیوبر هستن میان ویدیو میگیرن دیگه. یک یادگاری میمانه دیگه ویدیو و عکس‌ها. یه مستم بقول یک از رفیقایم ات میگفته کینگ، ما کینگ هستم. امیدوارم تا اینجا ویدیو خوشتان اومده باشه دوستان. دیگه دوستان
هوا خوب است فقط زیاد سردم نیست این هوا باشه شما ما یک حرفم اینجا بگیریم ما دوستانی یه دیگه واقعا جمعیت زیاد شده دیگه اون طرفی بید چه خلاقیتی با خدا خوشگل درسته ما یک زوم کن رویشی اینجا واقعا خب پارسال که ما آماده بودیم بازی برای بچه ها درست نکرده بود ولی امسال درست کرده سالی بچه ها میتر باشه دیگه باز اون طرف شکسته اسلافن است ولی اون طرف شکل میشه خبره اینا کس وایناک کشنگ پیدا میشه برای گیشنگ نه برای در خانه دکور بذارن اینا اسلافنش کدام طرف نه؟ اون طرف Living life every day. Mirror so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want to.
I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday. Late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's از خاطری که موزیک بود یوتیوب هم که قانونش هست کپی رایت میگیره نمیتونیم دیگه اینجا ما بذاریم برای شما دیگه اینو میبینیم ایسافه هستی مثلا من تنیس امتحان نکردم چی رقم هست ولی خب کشیدم خیلی سخت است ولی خدا فرد من میایم پروگرام میکنم امتحان میکنم دوستان عزیز امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستان ویدیو رو شیر کنید برای دوستان خود ما رو حمایت کنید که ما بالاتر بریم ما در حمایت شما دوستان نیاز داریم تا ویدیوهای بعدی دیگه خدا یار نگهدارتان و بازم سال نو را پیش روش در همه تان در فامیلیتان تبریک میگم فعلا خدا یار نگهدار You look like your face. So weird. Sì, ma c'era anche del... I think maybe 10.